ассалому алайкум шунавандагони гиромӣ. гуфторамонро аз силсилаи хониши адабӣ оғоз менамоем. ба таваҷҷӯҳи шумо бозгӯи китоби асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон, чеҳраҳои мондагор. ровӣ ализода абдурашид хоҷамқул. гуфтори 11. زردشت، پیامبری آیین راستین. хушбахтона ба шарофати дигаргуниҳои маънавию маданӣ таваҷҷӯҳи мардум ва бахусус ҷавонони равшандил нисбат ба даврони бостон, нисбат ба ононе ки дар сарчашмаи зиндагии насли кунунии халқи тоҷик қарор доштанд, нисбат ба ононе ки годҳо ва ба таври умум авасторо ба вуҷуд оварданд бештар гардид ва дар даврони соҳибистиқлолии давлатӣ мероси қадимаи аз ниёгон ба ёдгор мондаи мо дар фарҳанги худогоҳии миллии мо мақоми сазовори худро касб намуд. وندیداد در اویستا در شکل ویدای و داتا آمده، مفهومی مجموعی قانون بر ضد دیوها را دارد. هر فصل آن را که به طور عموم 22 تا است فرگرد میگویند. کریستنسن معتقد است که وندیداد یگانه نسک کاملی است که از اوستای دوران ساسانی تا زمان ما رسیده است. کریستنسن و اندریاس باوری کامل دارند که این بخش اوستا در دوره پادشاهی مهرداد اولی اشکانی 171 138 تا میلاد تعریف شده است. وندیداد متن نمی باشد که در مراسم های مذهبی و نیایش و عبادت ها به کار برده شود. اما در دوره پیش از اسلام که وقتی دقیق آن معلوم نیست، پیروان دینی مزد یسنا مراسم و جمع آمدی عظیمی بنیاد کرده، در آن تمامی وندیداد با یسنا و ویسپرد با ترتیبات خاصی خوانده می شد. در این مراسم فرگردهای گوناگونی وندیداد در یک جایگی با یکی از ترانه‌های گاتها سروده می شد. موافق سنت پیروان دین، وقتی که خود گاتها همراه با 3 دعای مقدس مذهبی یسا اهو و یریو اشم وهو و ینگها حاتم خوانده می شوند، نیرومندترین و محکمترین محافظی شمرده می شد که حیات و تندرستی را از تهدید قوه های اهریمنی ایمن نگاه می دارد. در وندیداد مسئله های مورد بحث قرار گرفتند که از حدود قانون و دستورهای مذهبی برآمده تمام جنبه های زندگی اجتماعی را در بر می گیرند. مسئله های حقوقی، مناسبت بین آدمان، داد و ستد، عائله و غیره که اکثرا در شکل ابتدایی مطرح می شوند، از یک سو قیمت زمانی این بخش اوستا را نشان داده، از جانب دیگر چنین به نظر می رسد که آن مقام قانونی عمومی اجتماعی را داشته است. مضمون و محتوای وندیداد بیشتر به مسئله و مطلب‌های زیرین بخشیده شده است: جزا دادن در برابری گناه‌های مختلف که آدم در برابر طبیعت، جمعیت و موجودات خوب و مفید صادر می کند. راه‌های مبارزه بر ضد پلیدی‌ها و کسلی‌هایی که روح پلید اهریمن و انبوه دیوانی او در جهان انتشار داده، زندگی آباد کننده انسان را در خطر می گذارد. به اشاره این کتاب
زمینه نزدیکی و تأثیر دیوان را به انسان اکثرا خود انسان به وجود می آورد. در آن زمینه های پیدایش چنین عامل ها مفصل بیان گردیده، راه های مبارزه با آن نشان داده شده است. یکی از سبب هایی که دوران تألیف وندیداد را به عصرهای آخرین پیش از میلاد نسبت می دهند عبارت از آن است که در فرگردهای وندیداد دشمنی آشتیناپذیری بین دو قدرت خوب و بد، یعنی سپنتاماینیو خرد نیک و مقدس که آفریدگار فضیلت‌های بهترین زندگی شمرده شده است و انگراماینیو اهریمن خرد زیشت و پلید که فقط دروغ و بدی و فساد را به وجود آورده است. ویسپرات همه سروران، همه نگهبانان یا همه محافظان معنوی ترجمه می شود. بابهای این کتاب کرده گفته می شوند. ویسپرات کتاب مستقل نبوده، مجموعه های از بخش های گوناگونی یسنا می باشد و اکثرا هنگام رسم و سنت های مذهبی جدا از یسنا خوانده نمی شود. بیشتر در وقت مراسم های دینی، عیدهای گاهنبار که مقدارشان 6 تا بوده در موسم های گوناگونی سال گذرانیده می شوند خوانده می شود. 6 گاهنبار 6 مرحله آفرینش است که از جانب اهورامزدا انجام داده شده، آن با موسم های گوناگونی سال برابر می آید. ویسپرات از جهت زبان، بیان، ماهیت و مضمون با یسنا نزدیک بوده. اکثرا مفهوم ها، عباره ها و جمله های 72 هاتی یسنا غیر از ترانه های 17 گانه زردوشت با اندک اختلاف در یسنا دیده می شود. اکثر وقت یک جا با یسنا خوانده می شود، ولی در اویستای خرد و در پهلوی خردتک اویستا می گویند که همان اویستای خرد یا کوچک است. این قسمت کتاب مقدس از بخش‌های دیگری اویستا یعنی
یسنا، ویسپرت و وندیداد ترتیب داده شده است. آن از جانب موبدان در مراسم‌های مختلف دینی مورد استفاده قرار می‌گیرد. اوستای خرد مجموعه نماز، درود، دعا و نیایش‌های است برای وقت و هنگام‌های مختلف شبانه روز، روزهای مبارکی ماه، جشن‌های مخصوصی عزیدان و فرشتگان و هنگام‌های مهم دیگر مثل صدرپوشی و کشتی بستنی بچگان، عروسی، ماتم و غیره. در دین زردشتی سن 15 سالگی سن بزرگی و به کمال رسیدنی جوان است. در این روز جوان 15 ساله در مراسمی با شکوه لباس مذهبی پیروی دین صدره به تن و کشتی به میان بسته در بین جامعه های زردشتی رمز پیروی مزد یسنا را از خاط 12 یسنا از بر می‌خواند. چون اوستای کوچک برای رفع حاجت‌های گوناگون پیروان دین فراهم شده است، دارای متن‌های می باشد که مضمون آن طرف‌های مختلف زندگی انسان، گاه خوش و گاه ناخوش، گاه در وقت‌های خرسندی و رستگاری و گاه‌های دیگر به دعای و نماز مخصوصی بخشیده شده، محتوای رنگارنگ را در بر می‌گیرد. از این جهت مضمون و محتوای اوستای خرد در نسخه های گوناگون از همدیگر تفاوت داشته، مسئله های گوناگون و دعای و ستایش های مختلف را انعکاس می کند. در بعضی از آنها مطالب و دعاهای موجود است که در نسخه های دیگر دیده نمی شود. علاوه به آن در بعضی نسخه ها معلومات آورده می شود که بسیار باستانی بوده، حتی در بخش های کهن اوستا به مشاهده نمی رسد. در اساس سنت زردشتیان معاصر، اوستای خرد از جانب آذر پادمهر سپند، موبد دوران شاپور دوی ساسانی سالهای 310-379 مرتب کرده شده است. از آن چنین فهمیده می شود که آذر پادمهر سپند نه تنها متنهای کامل اوستا بلکه سرچشمه های دیگر را نیز مورد استفاده قرار داده است. مثلا یک سلسله نماز و دعاهای مثل خورشید نیایش، مهر نیایش، اریدویسور نیایش، بهرام نیایش که در اوستای خرد مندرج است، از خورشید یشت، مهر یشت، ماه یشت، آبان یشت و بهرام یشت گرفته شده. بخش‌های تفسیری آن معلومات جدید در اختیار پژوهندگان می‌گذارد. از این رو اوستای خرد فراگیر چکیده ها و سرودهایی است که جهانبینی، باور، اندیشه و آیین‌های مردم آریایی را در روزگاران بسیار قدیم روشن می‌کند. در آن با آوردن نام‌های بسیار تاریخ کهن آریاییان را در پیش نظر جلوگر می‌سازد. اوستای خرد آیین و اندیشه ها، عقیده ها و طرز و اصول زندگی گذشتگان ما را انعکاس می کند. در آن نیز مثل قسمت های دیگری اوستا مردم براستی، پاکی، درستی، جد و جهد، کار و کوشش، جشن و شادمانی و اندیشه نیک، گفتار نیک و کردار نیک و همکاری و همیاری، مهر و دوستی، آشتی و سازندگی دعوت کرده شدند. مثل بخش های دیگری اوستا در آخر اوستای خرد نیز چنین سخنان آورده شده است: راه
یکی است و آن راهی راستی است، همه دیگر راه ها بیراه است. درباره جهان، انسان و اخلاق. دین زردشتی نخستین دینی است که تحت کرسی مستحکم اخلاقی دین‌های معاصر جهان را گذاشته، دارای تمامی رکن‌ها، ساختار، احکام و نظم و ترتیب مشخصی آرمانی می باشد. چون این دین در دوران طفولیت بشر پا بر عرصه وجود گذاشته، از سرگه عرفان انسانی بهره‌مند گردیده است، بنیادهای آن نیز مصفای و نورانی بوده، تمامی پیکرش با تارهای درخشانی زندگی و ذره‌های اسید و روشنی آفرینیش تنیده شده است. گذشتگان دوری ما آفتاب و مهر را ستایش کرده، روشنی را سرچشمه زندگی می دانستند. تاریکی که مردم ما امروز هم سیاه می گویند، حالا هم مبدأ و منشأ اعمال بد و نکوهیده به شمار می رود. اکثری کارهای بد از طرف انسان از جانب شب در زیر پرده تاریکی پوشیده از نوری روشنی صورت می گیرند. از این رو آیین مزد یسنا تمامی پدیده های طبیعی و معنوی را به نور و ظلمت، روشنی و تاریکی، یعنی چیزی که از آن انسان افزایش و رستگاری می یابد و کاری که از آن برای تمام آدمان نکوهش و زیشتی حاصل می گردد تقسیم کرده است. آریاییان باستان چنین حساب می کردند: در طبیعت قانون‌های وجود دارد که خورشید و تمامی اجسام سماوی مطابق آن حرکت نموده، تبادل فصل سال نیز از آن صورت می گیرد و بنیاد نظم و ترتیب جهان را تشکیل می دهد. هندو آریایی ها این قانون را به اصطلاح ارته افاده کرده در اوستا به شکل اشا آمده است. محوری فزایش و رستگاری کائنات، اجسام سماوی و به طور عموم هستی مربوط به اشا است. ابراهیم پوری داوود این کلمه را چنین معنی داد کرده است: اشا از جمله لغاتی است که معنی آن بسیار دامنه‌دار است: راستی، درستی، تقوا، تقدس، قانون، آیین ایزیدی و پاکی از جمله معانی آن است. تشخیص معانی آن دشوار است، بسا در یک قطعه یا جمله. گهی به یکی از معانی مذکور است و گهی از آن فرشته ارائه شده است. در سانسکریت ارتا و در لاتینی راتوس گویند. این کلمه در اوستا نهایت زیاد استعمال گردیده، فقط در گاتها که 896 قطعه شعر است 180 بار تکرار شده است. اگر کوتاه کرده گوییم، اشا شرط بنیاد هستی کائنات و سراسر جهانی مادی و معنوی است. طبق تصورات آریاییان باستان، هماهنگی طبیعت و عناصر آن از اشا سرچشمه گرفته، فعالیت درست آدم آن را تقویت می بخشد و عنصرهای آن را هماهنگ می کند. از این جهت نیایش و ستایش و قربانی ها و به خصوص
مناسبتی نیک و خیرخواهانه به طبیعت و عنصرهای آن بنیاد زندگی را مستحکم نموده، حسن توجهی ایزیدان و فرشتگان را نسبت به انسان بیشتر می کند. انسان بخشی از طبیعت است و حیات و ممات او مربوط به آن است. اشعار دارای محتوای وسیع اخلاقی نیز می باشد. نیاکان ما چنین عقیده داشتند که اشعار بر رفتار و کردار آدمان نیز راهنمایی کرده آنان را به راه درست هدایت می نماید. حقیقت جویی، عدالت خواهی، صداقت، وفا، پایمردی، دلیری و فرزانگی، راستی و درستی و خصلت‌های دیگری پسندیده به انسان خاص است که آباد کننده و فزاینده جهانی مادی می باشد. به عبارتی دیگر، نیکی و نکوکاری ماهیت باطینی نه تنها انسان بلکه هر اشیا بوده آن جهان را افزایش می دهد و زشتی و پلیدی آن را جریحه‌دار و سپس نابود می سازد. مظهر خرابی جهانی مادی و انحراف انسان از راه درست در اوستا با نام دروغ کنونی یاد شده است. دروغ یکی از یاوران نزدیک اهریمن، دیوی بزرگی است که همیشه به جهانی مادی و انسان تهدید می کند. نیاگان ما دروغگویی را خصلتی زشت‌ترین انسان می دانند. از این رو هرودوت تأکید کرده است که آریاییان باستان و فرزندان خود از آوان کودکی 3 چیز می آموختند: اسب سواری، تیراندازی و راستگویی. بنا به گفته‌های بالا، گذشتگان ما آدمان را صرف نظر از تمام منسوبیت‌های آنان به 2 گروه، اشبن یعنی پیروان نیکی و دروون پیروان بدی تقسیم می کردند. تمام خصلت‌های نیک و پسندیده انسانی را به اشیا وابسته کرده، همه خصوصیت‌های زشت را به دروغ نسبت می دادند. به افاده میری بویس از این معلوم می شود که در آن دوران گذشته نهایت دوری نیاگان ما به مناسبت‌های اجتماعی اهمیتی مخصوص می دادند. اهورامزدا، خداوند یکتای مزد یسنان، آفریدگار تمام موجودات جهان، راهنمای آدمانی است که اخلاق اشیا را سرمشق زندگی خود کردند. پروردگار قادر و توانا تمام عناصر و پدیده‌های جهانی مادی و معنوی را برای انسان، رفاه و آسایش او و آبادانی زندگی او به وجود آورد. ولی اهریمنی پلید به جهانی روشنایی حمله ور گردیده، پدیده و موجودات اهورایی را آلوده و پرگزند نمود. در جهان که تا آن زمان نه شب بود و نه مرگ و میر، نه فریب و حیله و تزویر، نه نگونبختی و فسق و فجور، همه این چیزها ظاهر گردیدند. در چنین حالت اهورامزدا به انسان عقلی سالم تقدیم نمود که راست را از دروغ، خوب را از بد، روشنایی را از تاریکی و اعمال نیک را از نکوهیده تفاوت گذارد. شخصی که عقل سالم را همچون راهنمای زندگی خود برگزیده مطابق اندیشه نیک عمل می کند، پیروی آیینی مزدا یسناست. در حاتی 30 یسنا بندی 3 چنین آمده:
آن دو گوهری همزادی که در آغاز در عالمی تصور ظهور نمودند، یکی از آن نیکیست در اندیشه و گفتار و کردار و دیگری از آن بدیست در اندیشه و گفتار و کردار. از میان این دو مرد دانا باید نیک را بگزیند، نه زشت را. از برخورد دو قطب مثبت و منفی برق پیدا می شود و پرتو افشانده می گردد. در وجود آدمی نیز از برخورد دو اندیشه مهرجویانه و کینه آگین حالتهای گوناگونی روحی پدید می آید. موافق اندیشه وخشور آریایی در بطن هر انسان از اول دو نیرو گذاشته شده است. آن همیشه در اجرای هر کار و عملی روزمره خود را ظاهر می کند. یکی صداقت، صمیمیت، مهر، جد و جهد، کوشش، راستی، انسانیت، مبارزه و دیگری خصلت‌های مقابل آن. یکی آبادگر بوده، دیگری ویران کننده است. در ادامه حاتیسی یسنا بندی سیوم چنین آمده است: هنگامی که این دو گوهر به هم رسیدند، زندگی و مرگ پدید آوردند. از این جهت است که در سرانجام دروغ پرستان از زشترین مکان و پیروان راستی از نکوترین منزل برخوردار خواهند شد. در اوستا 5 قوه جهانی باطنی انسان تشخیص شده است. نیروی نخستین اهو است که آن را باید قوه طبیعی و میراثی حیات و زندگانی و نیروی و حرارتی غریزوی انسان دانست. آن باید بدن را محافظت نموده، حرکت آن را هماهنگ و به نظم طبیعی درآورد. این قوه با هستی بدن پیدا شده، با نیستی آن از بین می رود. نیروی دویم را که دینه می گویند و اکثراً به معنی وجدان و حس روحانی آمده، عاطفه خداوندی در باطن انسان پنداشتند. در اساس معلومات گاتها 31:11 و فروردین 8 این نیروی خداوندی فناناپذیر است. این قوه را آفریدگار در باطن انسان به این منظور جا کرده است که همیشه او را از نیکی و بدی اعمالش آگاه سازد. اگر انسان در هر کار و عملی خیش سخن وجدان این نیروی راستین خداوندی را بشنود و مطابق فرموده آن عمل کند، از پاداش هر دو جهان بی نیاز نخواهد بود. پیش از آن که به دین یا وجدان برگردیم، باید گفت که نیروی سیومی در اوستا بعود آمده و آن قوه دراست و فراست و فهم انسانی است. این قوه موظف است حافظه، هوش و نیروی ممیزه را اداره کند. شما گفتار 11 را از روی کتاب اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان چهره‌های ماندگار در قرائت راوی علیزاده عبدالرشید خوجمقل شنیدید. کارگردان شیرعلی نغزلی، منظم آواز کریم طالبوف. پایان گفتار از سلسله خوانش ادبی.